آموزگار چراغی است که راه هر یک انسان را روشن می‌سازد. اگر در محیط یک عائله دو چراغ روشنی کند، آیا باره اندیشه کرده اید که محیط خانواده چگونه می شود؟ امروز ما از حیات و روزگار یک عائله آموزگار که در آن همین دهه زیبا زندگی به سر میبرند و از آن همون پایان بهر تعلیم و تربیت شاگردان به بالا برآمده مسافه 2.5 کیلومتر را طی نموده به شاگردان درس زندگی می‌آموزند قصه خواهیم کرد. آنها بعد از انجام درس سوی عائله و عائله‌داری می‌شتابند که خود مکتب زندگی است. تماشابینان عزیزمند، بیایید یک جایه از روزگاری آنها آشنایی پیدا می‌کنیم. در دهه دوئابه ناحیه رودکی شیر محمد شایف با همسر مهربانشان سرور سرخ و طول 53 سال حیات عائله‌داری دارند و قریب 50 سال می شود که در مکتب میانه به شاگردان تعلیم و تربیت دادند. این عائله از جمله عائله‌های نمونوی بوده در راه تعلیم و تربیت فعالیت پرشرف دارند. وقتی که در مکتب میانه تحصیل میکردم آرزو داشتم که معلم شوم. همین آرزو مرا با پیشتر بود اینستیتوت پداگوژی به نام تارас گریگوری شوچنکو. خوشبختانه من در آنجا تحصیل نمودم. سال 1973 ختم کردم و با این کسب دوست داشته خود ساحه آموزگاری قدم رنج نمودم. بیشتر از 24-25 سال راهبریم یا دیرکتوری همین مؤسسه شده کار کردم. روزهای سخت هم بسیار بود. صنفخانه ها نمی رسیدند. با تلاش های زیاد در اینجا با یاری پدر و مادران، با یاری همون بعضی شخصیت های دیگر ما صنفخانه های علاوگی ساخته به استفاده دادیم. با حرکت کنیم که در این صنفخانه های نو و بیشتر اکنون در این مکتب نوی زمانوی که ساخته به استفاده شده است کار مهنتی دوچند کنیم که به فرزندان مهنتکش تعلیم و تربیت دهیم و آنها را سفربر نماییم که در ساحه‌های گوناگونی جمعیت کار و فعالیت نمایند. سرور سرخ و هرچند در سن نفقه قرار دارد ولی مهر و محبت این درگاه علم و معرفت او را نزد شاگردان و استادان می آورد. من در اینجا کار کردیم، مهنت کردیم. یگون واقعی که در مکتب همش ایمان میپرسیدن، ایمان میگفتن، من روز شب گفتم که امی خیلی کار کردیم، مهنت کردیم و با وی رساندیم. یک قدر طلبه ها را گفتی که خواندیم، ما خوب درس میدادیم، از کار میکردیم، به همش تشکر میگم، به همش توقعت میکنیم، به همه سختی پستی و بلندی دنیا. این عائله با معرفت در طول فعالیت خیش شاگردان زیادی را تربیت نموده با مهنت صادقانه و زحمت شبانه روزی آنها را به راه علم و دانش هدایت کردند. شاگردان تربیت کرده آنها امروز در ساحه‌های گوناگون و در این درگاه علم و معرفت همچون آموزگار فعالیت نموده نام استادان خود را با افتخار بالا می‌بردارند. استاد شایف شیر محمد استاد فن زبان و ادبیات ما بود. وقتی که در همین مؤسسه همچون خواننده صنف 9 می‌خواندیم. یعنی تا صنف 9 ما را این کس درس گذاشتند از فن زبان و ادبیات. از آنجا بود که پیشه آموزگاری در دلم جا گرفت. خواستم معلم شوم و همیشه شایف میگفتند معلمی این شغل نیست. شاگردانم معلمی این عشق است. اگر برای گذراندن روز انتخاب کرده باشی رهایش کن. پس من عشق گفته قبول کردم. درس های پرمحتوای استاد شایف بود که امروز ما رو در جاده آموزش علم و نسل نورست موفق گردانید. البته همیشه میگویند که دامن استاد گیر و شاد شو، مدت خدمت کن و استاد شو. گرچند سابقه کم داشته باشم هم در سایه بزرگی استاد، در پرورش های استاد برای خود استاد شدیم و امروز شاگردها تربیت نمودیم که این هم محصول زحمت کشیده استاد شایف است. من با اطمینان گفته میتوانم که در پیروی نصیحت های پیوسته استاد شایف شیر محمد همکاری را با آنها و با دیگر آموزگاران مؤسسه زیچ نموده در آینده آموزگاری موفق خواهم شد. و از این هم شاگردان خوب و با جامعه درکاری تربیت خواهیم کرد. اگر در جهان نبود آموزگار شود تیره از بیخیرت روزگار. چون ما خورد بودیم و در همان
خونه‌ای که در پس منظری من هست در یک حوله زندگی میکردیم و هر صبح چون معلم و معلمه چون آموزگار بودن هر دو از همین جا تقریبا 1-2.5 کیلومتر به سوی مکتب روسیپول میگشتن و تعلیم میدادن به فرزندان مردم و من خورد بودم چون توجه زیاد نسبت به کتاب در من پیدا شد از کجا که در خانه عمکم یک جوانی کلان پر از کتاب ها بود و من بسیارتر رفته به رسم های آنها توجه میدادم و از آنها داستان های شاهنامه از دیگر حکایه ها یا که مثلا کتاب هایی که رسم های بیشتر داشت بسیارتر دقت من رو آن همون منظر رسم ها به خود میکشید و عمکم خود گرچند زیاده از 30 سال دیرکتری مکتب بودند و زوجهشون باشد معلمه ینگمون معلمه سند تصویری و معلمه به من بسیارتر پهلوی سند تصویری رو می آموختند و معلم باشد ادبیات و زبان و این همبستگی که من با مثلا ادبیات و سند تصویری از کجا بر من پیدا شد از آن بود که من بسیارتر تصویرهای قهرمان‌های شاهنامه را به معلمه نشان میدادم و آن کس بهای خوب میدادم و در ساحه ادبیات باشد یگان شعره که یک چیزی که می نوشتم البته به عمکم نشان میدادم و آن کس هم نیز بها میدادم و همین بود که مهر همین ادبیات مهر صنعت در دل من جوش شد و بعداً با راه همین آموزگاران من روی آوردم اول به کالج رسامی و بعدا به دانشگاه ملی یعنی که همه ادبیات همه صنعت تا هنوز در فعالیت کاری من دوام دارد و این سرچشمه‌اش از همین استادم گویم خطا نمیکنیم یعنی که از همین عمکم شیر محمد شویف و سرور سرخ و نه تنها در جده آموزگاری بلکه در زندگی اویلوی نیز هم قدم و هم فکرند. اویله آنها مکتب معرفت و نمونه عبرت می باشد. چگونه فعالیت آموزگاری را با حیات اویله‌داری موافق ساختید؟ وقتی که ما در دانشگاه می خوندیم بینید که تقدیر این کس خودی از ناحیه ونج من از ناحیه رودکی و هم دیگر در یک کورس می خوندیم و هم دیگر خطی معخوش شدیم و بعد ختم دانشگاه و هم دیگر آیله برپا کردیم. پدر و مادر مانعگی نکردند؟ نه، خدای شکر صاحبی 5 فرزند شدیم. فرزندها رو تربیت کردیم، در مکتب‌های عالی خواندیم بچه‌ها و خود من در این مکتب دهه از من وقتی تمام کردگی تا حاضر کار و فعالیت میکنم. خدمتی شایسته کردیم. این را البته را به این نوبت گرفتن که مرا با عنوان علاچی معارف تاجیکستان سرفراز گرداندند. مادری عزیز، چه خیلی که ما میدونیم شما با محبت اویله بنیاد کردید. محبت شما تا حال پایدار است؟ تا حال پایدار است. ما تا حاضر نمیقدر سال زندگی کردیم. یکم بار گپی گنده، یکم سخنی بد من نگفته. من این نگفتم. فرزندا رو خوش رو تربیت میگم. گپی دغل نداره، گپی وای نداره، گپی سخت نمیزنه منه. اگر بعض وقت تیز من نگاه کنه من خفه میشم. انا می خفگی رو چگونه استاد عزیز برطرف میکنن؟ خیلی برطرف میکنه. خیلی که من همین گپا گفتم خیلی که میبخشه. یه عمر زندگیم شیرین. میفهمم یا دیگر مونه که در دل این چی گپه، در دل من چی گپه، میفهمم همین خیلی گپامونه. یعنی همدیگر فهمی میتواند که پایه استواری اویله باشد. پایه مهربانی هم خیلی البته. بله. برای شما مشکل نبود مثلا هم تربیت فرزندان هم درس گفتن در مکتب میونه؟ به خود 2 مرتبه میرفتم تا همان پایان روزی بود که 2 مرتبه میرفتم میومد با خود زندگی خونه خمیر با مولامش همه شهده میکردم با میگشتم میرفتم کوده میومدم پیش علم رنگی که گوه که پوده میده و انا میدویدم میرفتم. کسب پرشرف آموزگاری به تعلیم و تربیت فرزندان در اویله چگونه تاثیر میرساند؟ تعلیم به تربیت نمیشود. اساساً تربیت رو کودک از اویله میگیرد. ما خود که نیز پداگوگیم فرزندانمون در روحیه وطن دوستی و در روحیه آدم دوستی و مهر و محبت تربیت نمودیم. یگام مراتبه یگام ندیدم که فرزندهای من با یگام بچه همسیفش باشد یگام بچه همسایه باشد دست به گریبان شده باشد یگام گپی بیکاره گفته باشد. همه وقت با آداب بودند. بله.
ما هم در مکتب میانه تعلیم گرفتیم، تربیه گرفتیم، هم در عائله تعلیم گرفتیم. البته پدر و مادرهای ما آن وقت نخوانده بودند، به هر حال آدمان بسیار خوب بودند، بسیار نصیحت ها میکردند. بچه ما نخواندیم، شما خوانید. تربیه کردیم و ایره با که گپی سخت ندانن، یکون کس خطی دو با دو نشوند، یکون کس گپی بد نگرن. همه را با واسطه نصیحت قطعی با واسطه گپ کن نیک ما میری و انجام رسوندیم. بابا و بیبی با پند و نصیحت‌های خیرتمندانه خود فرزندان و نبیرگان را به دانش آموزی هدایت می‌کنند. تجربه زندگی آنها برای نسل جوان مکتب بزرگ تربیه میباشد. صاحب بسیار نبیره هاییم، ابیره هاییم جمع میشن در گرد یک چولچو در خانه ما را خبرگیری میبیند و میخواهند که از ما باز یکم پند یکم نصیحت شنوند. فخر میکنیم با اون نبیره هم همش در مکتب عالی میخوند. بسیارش یک دخترچه هم بود، بسیار خط و سواد شروعی داشت. خواست که به همین دانشگاه رود، من پیش اول بابام روم چه مصلحت میگه، من میخوام که بعد مکتب دکتر شوم. خون بچم من خون دکتر شد، ولی فعالیت میکند. همین خیلی توصیه ها میتیم فرزندان رو نبیره ها رو که خونید، آدمان خوبی همین جمعیت شوید. البته هیچ کس از شما آزاری نبیند. خواهید نیکی کنید تا توانید نیکی مدد کردن به آدمان درمند، به آدمان کار افتاده خصلت‌های خوبترین انسان است در عائله. کدام سبب‌هایی هستند که امروز نااستواری عائله‌ها را به وجود می‌آورد؟ وقتی که در عائله جنگ و جنجال می‌شود، وقتی که بسیار شما می‌پرسی ستاره ها ما موافق نامد، وقتی که در عائله و خودی همون پسر یا دختر هم تربیه یافته باشد، خواندگی باشد، مکتب عالی ختم کرد یا مکتب خواندگی باشد، عالی درست برپا میکند. فرزندانشان با در همین روحیه وطن دوستی و صداقت و مهر و محبت تربیه میکنند. سال 2024 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک قبول گردید و این همه را وادار کرد که در تعلیم و تربیه فرزندان نه تنها عائله، یعنی جامعه نیز باید که مسئول باشد. آموزگاران، مؤسسه‌های تعلیمی در همکاری با همدیگر باید که تعلیم و تربیه فرزندان را خوب به راه مانند. درست است. بیاید با همین مکتب همکاری کنید، تربیه و تعلیم فرزندانتون درست بشود. مثلا روزنامه‌های پسراتون گرفته بینید که آنها چه خیر میخونند، رهبر صنف شناسید. عائله اگر به مکتب علاقه نداشته باشد، فرزندشون قدر درست تربیه نمیگیرند. کودکی را آورده است که پیش لقمان حکیم که فرزندم رو من از کی تربیهش را آغاز کنم. پس فرزند چند وقته شد؟ پس 2 ماه گفته است. الکی 2 ماه از تربیه فرزند خفا ماندی. البته. می‌دید از همون تولد شدن تربیه کردن لازم است. هنوزم در بطن مادر بودن. بودن. مادرم تربیه کردن ممکن است. درست است. اصولهای تربیه را یافتن در کار که با کدام راه همین زیر تربیه کرده میتونم. استاد عزیز، ما میتونیم بگوییم که امروز یک سببی که فرزندان ما رو از تعلیم و تربیت دور میکند استفاده به مورد تلفن های موبیلی باشد. البته تلفن موبیلی هم فایده دارد و هم ضرر هم دارد. بیشتر که اگر بچه به تلفن سر کار برد، ولی ذهنی سونی گوتیان خیلی بی‌واسطه وای نمیشود. اکنون تلفن بسیار هم کار بردن اگر به مورد باشد روا باشد. وقتی به مورد و هر خیل بازی ها را در وی بازی کند، هر خیل گپ های بیهوده را شنود، این به تربیه البته خلل میرساند. تاثیری میرساند. برای همین امیدوارم که به همین کمتر مشغول شوند بچه ها. همین اون از پدر و مادر هم یاد میگیرند اون فرزند. وقتی که حاضر بسیاری ها رو همین 6 تن در سری در سرخان و تلفن میبرارند، همون کودک ها هم فرزندانشان میبینند. برای همین خوش میکنم که همین به تلفن ممکن کمی یا رژه کاری مانشانه هم فرزندانشان با تلفن
یعنی همین در وقت چیزهای ساعتی خوبه. در کاری. در کاری انا گیر تلفنتان 1 ساعت یا نیم ساعت استفاده بر. این فایدهش هست. لیکن چیزهای بیهوده را که تماشا که البته ضرر دارد در تربیت تاثیر میرساند. بله. سر یک دسترخوان جمع میشویم. این جمع آمدی اویلوی است. من میخواهم اندیشه های شما رو اویدی همین موضوع بفهمم. کاری خوشرو کنی، کاری آزاده کنی که یکم کس بینه سرشمار آفرین گوه، رحمت گوه، خیلی کارهای بیزیبی بی ترتیبانه نکنیتون و یا همه میفهمم که من از کار آمده مانده شدگی این کارا رو وای میکنن، اجرا میکنن. این همین آدابی نشستن در سر دسترخوان، نشستن، معاشرت در سر دسترخوان معاشرت چگونه باید باشد؟ وقتی که میبینیم ایکار سر یک چوله چای ده میشینیم دیگاه یا که نیم روز دو ساعت البته گپ درباره آداب و اخلاق میرود و طرز شین و خیز آداب و اخلاق خمیده داشته باشید در جایهای جمعیتی هم با آدابانه رفتار کنید مهربانی و آدم دوستی و همین خیلی بچه همون نبیرامون نصیحت میکنیم در سری درس خانه هم باشد نبیرها رو هم وقت توصیه میتیم که شما خونید اخلاق در همین جمعیت فایده رسان شوید فایده رسانید نفتان به همین دولت و جمعیت رسد به خلق خود و ملت خودتان خدمت کرده تانید ما راست باید گفتم که یک جا خواندیم یک جا تمام کردیم هر دو پداگوگیم در صنف‌های ابتدایی که از درس میدادن نصفی روزی درس میخواندن من باشم از سحر و بیگاه هر دومان یک جایی میرفتیم بعضی مسئله های البته را همین مکتب رو گفته میرفتیم تو خانه را تو خانه رمان خیلی دورتر بود پیاده گبزنان کرده بیگاهی از کار میبرامدیم یک جایی این یا اون رفتاری یگام شاگرد رو محاکمه کرده میرفتیم محصول مهنت آموزگار شیر محمد شایف در دستاوردهای شاگردان روشن احساس می‌گردد. در شوق همین آموزگاری از اول مانده بود تا حاضر مانده است به مکتب و به تعلیم و تربیه همین مکتب خود تصور کرده نمیتونم میخوام که سرخ شود خیزم باز به آستانه همین مکتب روم شاگردان ببینم بعضی شاگردانی که دانشی خوب دارن منو حرمت میکنن میخوام که بارها و باز جواب تیند و قرائت شعر کنن می آموزم همین شاگردا را که من شاهنامه خوانی شده است بیکنی که میل خواهش دارد اول اختیاری یعنی برای آموختن علم و ادب برای در آزمون‌ها اشتراک کردن راهنمایی میکنید البته را برستم چونین گفت فرخنده از آل که برگیر کپال و بیفرازیال بیرو تازیان تا به البرز کو گزین کن یکی لشکری همگروه ابر قیقوباد آفرین کن یکی مکن پیش او در درنگ اندکی بدو هفته باید که ای در بوی گه و بیگه از تاختن نغنوی بگوی که لشکر تو را خواستند همه تخت شاهی بیاراستند که در خورد تاج کیان جست و کس نبینیم شاهات و فریاد رس چو زال زرین داستان ها بگفت تهمتن زمین را به مژگان برفت برخش اندر آمد همانگاه شاد گرازان بیامد بری قیقوباد ابر آفرین کن یکی مکن پیش او در درنگ اندکی بدو هفته باید که ای در بوی گه و بیگه از تاختن نغنوی بگوی که لشکر تو را خواستند همه تخت شاهی بیاراستند که در خورد تاج کیان جست و کس نبینیم شاهات و فریاد رس مطالعه کتاب در عائله یکی از بهترین واسطه های تربیه و بلند برداشتن معرفت فرزندان به شمار می رود. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت کشور محبوب ما امام علی رحمان به هر یک خانواده کتاب تاجیکان بابا جان غفاروف و شاهنامه استاد ابوالقاسم فردوسی را تقسیم کردند. امروز شما بهر مطالعه همین کتاب ها برای نبیرگان خانه چگونه سهم می‌گذارید؟ البته درست خیلی کردید پیشوای ملت البته را میگفت
شخصیتی هستند که این فرهنگ دوست می‌دارند و توصیه دادند که باید ما اجدادهای گذشته خود را شناسیم، با آنها فخر هم کرده میتوانیم. بینید کتاب شاهنامه را به چاپ تیار کردن و همه خانواده تاجیکستان تقدیم کردن که خوانید اینه. بینید فرزندی ملت تاجیک چگونه کتاب نوشته است، چگونه نیاگان ما را زنده کرده است. و کتاب تاجیکانی باباجان غفورов ببینید. وی را هم هزار بار شکر می‌داریم ما از جناب عالی که به پول و همه ساکنان توصیه دادند که تقسیم کنید خوانند. من هم همین نبیره های خودم میگم، فرزندای خودم میگم، اگر ندانم با خودم میگم که بین درباره چی گفته است در اینجا فردوسی بزرگ یا که علامه باباجان غفورов. در همین سری درس خوانم من میگیرم، از این مثال ها میبرم به اهل عائله‌ام که بین چی گفته است در اینجا حضرت فردوسی و باباجان غفورov. همینا رو خودتون خوانید، با همین دانش خودتون، با زبان خودتون فهمید. مقصدی توفه کردن جناب این کتاب رو البته را برای خلق ملت تاجیک بود که ملت تاجیک ملت قدیمه است، قدیمترین است، تاریخی بیش از 3000 ساله دارد. این را داند هر یک ساکن تاجیکستانی از تاریخ خود با خبر باشد، از تاریخ خودشان با خبر باشند. خلق تاجیک که اجدادان گذشتگی ما بودند، ایجاد کردند، فرهنگ دوستدار بودند، اینقدر بزرگان ملت بودند، اینقدر سردارهای دولت بودند، قهرمان ها گذشتند. بینید سپتمین، شیرک، تیمورملیک، بینید از آنها با خبر باشند. به نوخوانداران چی مصلحت ها میدید که عائله‌شون استوار باشد؟ مصلحت میکنم که فقط پیل باشه، ناز باشه، فرزندا رو خوشرو تربیت کنه، گپای خوب زنی، خیلی گپای دغال نزنی، گپای خوشرو نصیحت، چه رفتار کنی، چه رفتار نکنی، به همش توقیت کنی. گفته است فرزندا رو خوشرو تربیت کنی، ناز تربیت کنی. همین کار ای دور بابی بیوی موندگی ای اما کار را میکنیم برای همین توقیت کردن در کار، به گپی سه، به گپی زور، به همش توقیت کردن در کار. پیش از همین عائله استوار میماند. سببش همدیگر فهمی اهل عائله است. اگر همدیگر فهمی نباشد عائله ناطی می شود. مثلا از ما من خسرو خشتامن شدیم. اگر فرزندای ما همدیگر رو نفهمند عائله نااستوار است. همین خیلی نصیحت میکنیم شما ما که عائله دا همدیگر فهمی کنید، باید همدیگر رو فهمید. مثلا کلی نصیحت میکنم من که اگر شوهری تو کمک دیر موند باز جنجال سر نکنی، اول فهمیدن در کار در کجا بوده است، اون کارش ما برآمده است. این خیلی همدیگر رو که فهمیدید در عائله که تنجی شد و همدیگر فهمی شد عائله استوار است. فرزندها هم این عبرت میگیرند. گپی سخت و گپ‌های دغل به همدیگر در کار نیست، همه آرامانه حل کردن ممکن است در عائله. میگن که زندگی پستی و بلندی های بسیاری دارد، لیکن قله های بسیار بلند هم دارد. شخصی صاحب معلومات با فراست و با فرهنگ و با علم همین قله های پیچان را طی کرده میتواند در زندگی. اگر استوار باشد پرصبر باشد. بله، پرصبر و لحظه‌ای می شود در زندگی که دشوار است، سخت است. این رو پس سر کردن با عقل سالم این رو پس سر میکنی. عقل سالم دانش صاحب معلومات باشد، هم شوهر هم زن. و فکرم عائله وی همه مشکلات عائلوی را حل کرده میتونه. بله. از عهده‌اش میبره. البته. امیدم همین است. و میخوام که همه عائله تاجیکستانیان همین خیلی عائله های با خیرت و با فرهنگ و مدنی و مدنیتناک باشند که همین
ملت خودش احترام کرده تانند. اویلا گنج بی‌بهای زندگی و اساس جامعه سالم است. قدر اویلا را دانستن و نگاه داشتن گرمی آن وظیفه هر یک انسان می باشد. اویلا ما را به دوست داشتن و ارج گذاشتن به ارزش‌های اویلاداری، تحکیم مناسبت‌های خانوادگی هدایت می کند. زیرا محض در اویلا انسان تربیت یافته آداب و اخلاق، مهر و محبت و احترام را می آموزد. امروز ما شاهد آن شدیم که زندگی یک عائله آموزگار تنها زندگی عادی نیست، بلکه مکتب انسان سازی است. در چنین عائله هر روز زندگی تنها با مهر و محبت و همدیگر فهمی و باوری آغاز می شود. همین است مسئولیت آموزگاری و عائله و عائله‌داری. روز و روزگاری آسوده را بهر هر یکی شما تمنا داریم.